دیروز وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران محترم ایراقچی صاحب آمده بود. همراهشان یک تیم خیلی کلان از تجار و از پارلمان و از دیگر ادارات جمهوری اسلامی ایران صحبت‌ها مجالس خیلی به خوبی انجام شدند، چون که اولین سفر به حیث وزیر خارجه بود که بعد از فتوحات به کابل صورت گرفت و اگر بگوییم که هم کشورهای همسایه و هم کشورهای منطقه و هم کشورهای جهان روز به روز به این نتیجه می رسه که تعامل خود با افغانستان یا با امارت اسلامی افغانستان زیاد کند. با همین سلسله در مجالس موضوعات سیاسی هم بحث شد، چی در مابین ایران و افغانستان و چی مسائل منطقه و جهان. همچنان امور اقتصادی که ما و ایران، افغانستان و ایران در مابین خود تجارتش خیلی بالا رفته که چطور تجارت تقویه شود. و موضوع دیگر موضوع ترانزیت بود که چطور بتانیم از بندر چابهار استفاده خوب شود و تسهیلات زیاد شود تا که تجاری افغانستان از او استفاده بکنه. در این باره هم صحبت خیلی مثبت بود و امیدواری زیاد بود. موضوع دیگر موضوع مهاجرین افغانستان بود که در ایران زندگی داره، حتی بیش از 40 سال میشه که مهاجرین به ایران رفته، بعداً هم در انقلابات و در تحولات همین سلسله جریان داشت. در این باره هم بسیار صحبت‌های سازنده صورت گرفت، هم از جناب رئیس الوزراء صاحب و هم در دیگر وزارتخانه‌ها. اونها هم به این قناعت داره که مهاجرینی که به صدها و به هزارها نیست بلکه به میلیون‌ها هست، اونها که در 40 سال رفته و اونجا زندگی و کاروبار خود هم جور کرده، امکان نداره که در 1 سال یا در چند ماه یا در 2 سال پس همه بگرده. البته هر دو طرف کوشش بکنه، طرف افغانستان آسته آسته به خاطر کار و روزگار و زندگیشان همینجا سهولیات مهیا کنه تا که اینجا زمینه برای اونها برابر شود. و جمهوری اسلامی ایران هم کوشش بکند که موضوع را زیاد جدی نگیره و اگر مهاجرین می آید تدریجاً به کشور خود بیاید. یه هم یک تفاهم خیلی خوب بود. موضوع آب مهم است، هم برای افغانستان هم برای ایران، ولی موقف امارت اسلامی افغانستان این هست که ما به نعمتی که خداوند داده یا میته که آب هست در او بخالت نداریم. مردم بیچاره سیستان و بلوچستان هم برادرای ما هست. به صراحت گفتیم که ما در مابین مردم هلمند و نیمروز و مردم سیستان و بلوچستان فرق نمی کنیم. مشکلات اگر پیدا شده در این عرصه و از خاطر خشکسالی هست. وقتی که باران نباشه، برف نباشه یا کم باشه،
پس طبعا آبم کم میشه. اینمی آب که از مناطق مرکزی افغانستان یک بار به هلمند و به کجکی میرسه، بعد از کجکی هم تا که به بند سد کمال خان میرسه یا به سیستان و بلوچستان میرسه، تقریبا 600-700 کیلومتر راه است و زمین نمی راه هم اکثر ریگ و خاک هست که بسیار آب هم زمین جذب میکنه، هم آفتاب او را بخار میته که تا اونجا که میرسه بسیار با تکلیف. اگر آب خیلی زیاد و قوی نباشه نمیرسه. به هر حال تا جایی که موقف امارت اسلامی افغانستان هست، ما وقتی که آب پیدا میشه، حتی رئیس الوزراء صاحب گفت که اگر توافق هم نباشه، کدام معاهده هم نباشه، ما از خاطر اسلامیت و انسانیت و اینمی مسئولیت خود میدانیم که باید به او مردم آب برسه. همچنان سرازی هم بحث شد که چطور سطح دیپلماتیکی هر دو کشور بالا بروه و به جمهوری اسلامی ایران از طرف امارت اسلامی افغانستان سفیر معرفی شود، اونجا قبول شود. یه هم موضوعی بود که خوب بحث شد و اونها با کلانای خود شریک میکنه. امیدوار هستیم که پیشرفت صورت بگیره. درباره مهاجرین که اونجا زندگی داره، طبعا مشکلات داره، چی در بانک ها، چی در مسائل امنیتی و قضایی. در این باره هم صحبت شده و صحبت سازنده بود، خوب بود. در مجموع سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مثبت بود. هم با رئیس الوزراء صاحب صحبت شد، هم با وزیر صاحب دفاع و هم با وزیر صاحب تجارت و تجاری ملی کشور. همه روز خوب پرکار بود، خوب مصروف بود. امیدوار هستیم که نتایجش خوب باشه.